بیایید خوش آمدید. لودمیلا ارشنکو امروز مهمانهای ویژه دارد. اینها اختیاریان سازمان نبیره‌ها در شهر کیف می باشند. خدا جان، بچه های عزیز، شما چنان کاری خوب میکنید که به ما یاری میرسانید. شما وقتی افته به عیادت ما میآیید، هرچند سربازان به یاری بیشتر نیاز دارند. خریستینت سکور تصمیم گرفت که به پیرانسالان تنها مانده یاری رساند. او شخصا خودش به نفقه خوران محصولات لازم را از فروشگاه ها می رساند. برای خود او هم این کار یک نوع معالجه است. معالجه دردهایی که از مرگ مادرش در ماه مارس در منطقه لوهانسک ایجاد شده است. آن زمان منطقه در دست نیروهای روسی بود و او حتی نتوانست برای ویدا با مادرش برود. مادرم ماه مارس در آنجا درگذشت، در منطقه اشغال شده. من هم بیخیش تبار ماندم. سکور از روزهای اول جنگ پسری 5 سالش را با دوستان به خارجه فرستاد و خود برای کمک به پیرانسالان در کیف ماند. در کیف پیدا کردن غذا و داروار دشوار شد. من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده میتوانست این چیزها را جمع کردم. بعد پیرانسالانی که مرا شناختند تلفنم را به یک دیگر میدادند. بعد این تصمیم گرفتیم که کار خود را به شکل یک سازمان تنظیم کنیم. احتیاج مردم روز به روز زیاد شد. یوهن هاربان کارمند این سازمان میگوید که کار آن حالا در چندین منطقه فعال شده است. به گفته هاربان کمک ها یک دفعه نه و دائمی تامین می شوند. ما راه‌های انتقال کمک‌ها را در سراسر کیف راه اندازی کردیم. با راه پشت هم ارسال کمک‌ها را به منطقه‌ها به راه مانده ایم. در نوبت اول مردمی بیجا شده را در نظر می‌گیریم. عادتاً این قشر مردم در ظرف چند ماه کاری پیدا کرده دیگر به کمک نیاز نخواهند داشت. کمک‌های درازمدت ما برای پیرانسالان هم نگرانیده شده است. اکثر آنها بیکسند. تا امکان داریم یاری خواهیم کرد. نبیره ها از سازمان های دیگر خیریه و هم شخصان احسانکار کمک دریافت می کند. تا حال به 12,000 کس یاری کرده است.